دلیل این شیره های سیاه و آبهای سیاهی که از تنه درخت گردو خارج میشه چی هستش که حتی میتونه درخت رو کامل خشک کنه؟ دلیل اول بیماری شانکر گردو هستش، شانکر زیرپوستی گردو. و دلیل دوم کرم خرات هست. نشانه عمومی شانکر این زخمای روی تنه هستش که معمولا زیرش سیاه شده و برای درمان این مشکل باید اون قسمتی که ترک خورده رو بتراشید، اون قسمتی که زیرش سیاه شده رو بتراشید، به پوست سفید برسید و با آب وایتکس 10% روش رو ضد عفونی بکنید و روش رو یه بردو غلیظ بدون اینکه با آب مخلوط بکنید بزنید و اون قسمت زخم شده رو کاور بکنید. این برای بیماری شانکر. دلیل دوم آفت کرم خرات هست که نشونش سوراخ شدن تنه گردو و این خاکره‌ای هست که از این سوراخ‌ها میریزه بیرون. برای کرم خرات حتما از یک مفتول نرم یا یک سیم ترمز استفاده بکنید، داخل این حفره ها بزنه تا اگر کرمی هست بمیره. بعد داخل این تونلا رو با خمیر زعفران پر بکنید که هم اگر چیزی مونده خفه بشه، همین که پروانه این آفت سال بعد نیاد اونجا دوباره تخم گذاری بکنه. خرداد ماه بهترین زمان سمپاشی بر علیه کرم خراته که آفت اصلی و نابود کننده درختان گردو و درختان دانه‌دار هستش. 15 تا 30 خرداد ماه مرحله اول سمپاشی و 2 تا سمپاشی دیگه به فواصل 15 روز رو باید انجام بدید. تو شرایط آب و هوایی تهران، کرج، شهریار 24 و 25 خرداد مرحله اول سمپاشیه. مرحله دوم و سوم هم که با فواصل 15 روزه انجام میدید. بهترین سم‌هایی که میتونید استفاده کنید آوانت به همراه سایپرمترین یا آوانت به همراه فنوارید یا فنوارید به همراه سایپرمترین هست که دوز مصرف رو برای 100 لیتر آب تو قسمت کامنت ها براتون نوشتم. هدفم از این سمپاشی اینه که اون پروانه کرم خرات و اون کرمی که داره مهاجرت میکنه میاد قسمت‌های پایین‌تر رو هدف قرار بدیم، نه اون کرمی که الان داخل تنه هست. برای کرمایی که داخل تنه هست میتونید از 15 تا 50 سی سی کنفیدور استفاده کنید که تو آب آبیاری استفاده میکنید و تا 70% بهتون کنترل میده. یه نکته دیگه میمونه، کرم خرات اسمش روشه دیگه، کرم خرات یه حفره‌هایی روی تنه درخت، روی سرشاخه‌ها ایجاد میکنه که باید مفتول مسی یا بهتر از اون یه سیم ترمز، سیم کلاج که نرم هست میزنید داخل این حفره ها و هرچی کرم داخل این هست میکشید و با خمیر آنتی تالو یا زعفران که خمیر زرد رنگ هست این حفره ها رو پر میکنید. کرم خرات علاقه داره بیاد دوباره تو مدخل این حفره ها تخم گذاری بکنه و دوباره درخت رو آلوده بکنه. اگر این خمیر آنتی تالو و زعفران رو ندارید از مل نقاشی و یه سم مثل فنوالریت استفاده بکنید. نکته آخرم این که من قبلا 2 تا پست خیلی کاربردی با اطلاعات بیشتر از این پست راجع به کرم خرات ساختم. برید توی پیج، حتما توی قسمت پست‌های آخر پینشون کردم. این 2 تا پست رو ببینید چون اطلاعات بیشتری احتمالاً دارن. حفره‌هایی رو تنه درخت گردو می‌بینی. خیلی وقتا می‌بینی که